آی ولنگ ولنگ آی ولنگ وای اما ناز دلبر امام کنم بلبل مسیار. سلام علیکم. مونده نباشی لولو. سن خیریاته؟ بخیری. جان شما جوره؟ سلامت باشیم مولا. چی گپای برو؟ فضل خدا شکر. یه الفا شما نه؟ بله ها. شما از این منطقه این؟ بله ها. ما خدا چی الفای؟ امی از این درخت او درخت همون لکه از مان زمین ها. از شما ها؟ خوبه لولو خوبه. 3 جریب زمین سبه استبارا. خیلی دیگه اینا سیب. سکو فقط درخته. میگم سیب کو تو چیش کار میکنه علافه؟ کاش که لولو تو 3 جریب. شما کجایین برا؟ کاش که برو گفتم باش تو باش گپ خوب گفتم تو 3 جریب کاش که من یک پلچگا که میداشتم. گو کام گوشنه به تا سرونه براد علاف سرگردون میگردم. ما برار نه اومدیم به مقلی پایین اونجا بیامدیم به شیشتنی. دو تا گاوک شیری دارم. انا براد علاف میگردم سعی کنم اگه بچه بغل علاف پیدا کنم برم بریم اونو بنازم که گوشنه ام. راست میگی. لالو. از این علفا خو فروشی نداری؟ فروشی برار نه دیگه اینا که علفا ما به کار داریم برار ما مال 10 12 تا گوسفند داریم 4 تا گوبند داریم 2 تا گو شیری داریم برار یک خرموشی داریم برار مرغ داریم یعنی سبستان همه به کشت ما مدام به کار داریم با اینا که خوش نشه دست آخر اینا چه تیار میکنیم بده لالا جو نام خدامون زر علف داری که تا چیش کار میکنه که علفه اگر یک چرخ علف بریم بدی چه کار میشه به کل ما برای تو پول میدم مال چرخه که میبینی جلوی رو تستاد ما از منه ما خودی بچه خواهی میگردم راد علف سرگردونو پول میدیم ها دیگه خب پول بده انگاه پینی مفته نمیدیم برو خب گفتم ما به تو پول میدم ما زحمت میکشیم آنی ما یم 2 تا پینجه ای 2 تا پینجه ای دیگه خوبه خب برار من توقاج ناوردم ما دارم توقاج همه چیز پیش ما هسته ها بچه‌ام ما اینجا هسته فقط ما خود ما درو میکنم میبرم تا چرخ بچه‌ام اینا جمع میکنم خب برای سعی کنیم برار یک دمی اگه مثلا نمیگن خب خدا روز نیاره یک دمی اگه برار ما آمدک بفهمیدیم شما برار میتونم تا علفا قایم شی یا میتون گاز بگیریم بریم اگه گفته که چری علفا داره ویده میگم میبرم به گوا خوبه یعنی به غیر از تو برار دیگه هم داری تو اینجا ها به نام جبار سیاه ها بابا تا او بیای ما وقت چرخ پر میکنم میرم برات کار خوبه که سیزی گپا نشو لولو خیر بینی چه امرو خوب برا به چه به حساب شهر گفته اگه منم به ختم قرآن خبره اون نمیای لولو که به شهر رفته خلاصه خب ازم برار 11 به جبو شده ما چون ما ساعت منیه به پیش ما گوشی من آورد برای ما خوبه دارن دارن تو منگال داره چیز هست میگم ازم دام درو شروع کنم دیگه اون از اینجی داره خوب الان من میرم حالا تو قاچ منگال را میام بریم بریم 2 تا پینجه مرتگه خوب برار ممنیه برفته به ختم قرآن بگم از زمین این کالا قرار که دیگه به خوبه داره یک دمی هم اگه مثلا میگم شوک تیر میشه از اینا که ببینه که نمیای مثلا از زمین ببینم هم میگم ما بدره ویدم ببردم به گوا نه با این مرتکیشت پولداری بود 100 ریپیه دار گیپک جوشتنی اومو خوبی خیلیاته شکر کیار هستی شکر پیات اشتنه خوب شکر میگم گیپک جو بله پیاتو به کجای به خاطر من برم به شهر به ختم قرآن شریف همون موتور پیاتو مستون رئیس معذرت 5 دقیقه جلوتر رفتم به شهر خود موتور اما به تو یاد داد که کسمه هستی برات موتور میای میت دروغ بگی نه امال من اونا برفتم به شهر من بیامدم به سرا خب یعنی برای به شهر رفت بله پس موتور نیه به سرا مگر تا شهر به ختم قرآن شریف مگر پیاده برم ما دل خود جمع کردم که بلکن موتور بیام از پیاتو بستم سختی نکنی داری پکارا بدین گپی نیه خوب گپ زدگی پک یعنی ما بعد دایی خور بدیم بعد بریم یعنی ادو موتور مردم رو نکنیم نه ما از این لحاظ نمیگم یعنی میگه شما میریم به شهر پیاده من گفتم سختی نکنین داری پکارای موتور بدین بریم شهر خب خیر باشه گیپک جو برای ماما خود تبرقی هم بگفتی همینو داره خط 11 میگیرم پیاده میرم ماما جا به شهر ماما جبار وزن شما زیاده کمی پیاده بلی لغاشی خاطر کمی بوجینگا پاشو باید باشه
یعنی راست میگی ماما گیپک جو، خیلی وقت میشه ورزش هم نکردم، تنم هم خیلی چاق شده. خیلی خوب. راه میرم که مجنگا پامه واشه ماما جو. خدا حافظ. سلام به پیار خوب بگی. بگی ماما جبار برات موتور آماده بود. خوبه. خدا حافظ. ببینار بابا توی کسی پیدا میشه. لغت کنه که زود باش. اگر یکی پیدا شد جنجال کلونه برای مطیان میشه. لغت کن. تو لغت کن میاد. لالا اون شدی برو چرا یا مونده ای خیر بینی برو رون چرخ را بار کردم خلاصه بیلا چیه لالا ماما همون زرقم بار کردیم. چیه دیگه اونا خیلی باشه یک پشتی علافی بیشتر میشه. ماما وقت هستیم بریم از این دیگه کردیم برار میبیایم. سکو برو باز ما صبح پس صبح از تو خبرگیر هستم بفهمیدی اگه میشه که برار تو نبود با تو یک دست رخ یک جوره کوش هم تو نو تیار کرده برای تو میاد. ماما قبر ما و خود خوربه کنیم ماما 20 خر اینا بیشتر 20 خر علف بیشتر وقت با تو یک سدی هم بدادم برار خوب بدادم دیگه برای خدا حافظ. ماما دو تا پنجایی با سدی میگیم دیگه تو دلجان باش دیگه با تو رختم میارم رخت کش بیارم برار کوشم با تو میارم رختم. شمالی لال زار باشه به من چی آخی زمستانش بهار باشه به من چی انار دقیقه رقیق کو گیپا کلام برا که دیگه میبرم گیپا گشتن رفیق جان جره خیال هستی به کجا میری؟ چی جپا گیپا بله بیا برار یک زمتی بکش خو خودت تو 10 دقیقه میریم برار من پولم دارم به تو هم یک 5 لنگ گم میدم خب کرا که دیگه میریم هم سرمی کاخری کامو یک سوری کایه تو سر سوری بگیرد همه سوری جا میکنیم هم تا گری تو هم سوال میکنیم تا گری خاطر که ما انا چه نون پخته کنیم بخیر برو را توزا به من گیلک به می هفته و زلوغ نیه یک رقم بدی نمیرون برات سوری کو به می هفته و زلوغ تو کو دو چهر یک قطعتونه نیه بگو خوب پیار تو هم مثلا 80 چهریت ایتا به تو بگم رستم تو لازم اینجا مال من نظم تامی سچرخ میبرون که خودم کمک کنی بیتره احترامانه بشینی به تا گری تور میبرم شو هم میمون مالی فعله گیلا گوش کش من میفهمم تو بزرگ میتنی ببری اما میبرم به سر کو اساسیات دارو بسته بدن ما بخورش میفته آها راست میگی من منتاگی پک یک اساسیتی دارم میفهمی اساسیت می چیه؟ باشه به تو بگم اساسیت می اینه که هر کس به تر به جلوی ما بخوره مثلا سرکشی یک گپ هم داشته باشه بالا نشه به تا گری سر سوری نگیره که ما جا کنم فقط این اثر خو بالا میکنم میرم میزنم به تا جوی که مثل مرغ بگه کت 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 انا ایتا گپ گیپاکا سابقو گیپاک بسر میدونم بسر این تیر غیبی بخوری گیپاک بیشتر نگیرم ما به تو میگم نمیرون تو بگو خود درسته بابا خیر خشی تو و درس را تیر شو اگه ساگه با کلی تو کش نکردم بفهم که ما به چی قوست دین نیام من درس را شما نمیرون تو ساگه برای نکش خب هیچی دیگه نمیه یا برو بخیر بری سه که اگه مرغا تو را همه بزر باسکل خونه کردم هرچی مسته بگم که خفش همه بموره به خیر خوشی تیر اسب عجل گیپک بخوری کلون ناشی بخیر کجا بودی بابا؟ بودی به سرغله سرغله؟ ترای برستاد شد این سرغله چکار میکردی؟ این چه بابا رفت کنه سکو یک کار کنه خوب ما به خاطر که به مون لالا قول کردم گفتم ما به تو کوشم رای میکنم رختم رای میکنم هنی کوشا بفهمیدی قرار ببر سیکو به سر زمین اگر یک کو بیدک اینا رو ببر بریو بعد اگر دیگه دیدی که اسماسی به پیشی بیدک گوش کنی نبری بریو بفهمیدی اینا رو بگیر تو ما این بیستی هم بده باور بکو که همون سچر خلاف کم و نداد چند هم ارزش دید
ما 100 روپیه بزو دادم چند شو میشه کنیم گو ما و شما سیره یک دیگه نفری به ما گفت اگه بیای یک به تپاق می تامی جوا می علفار درو کو ما از تو هیچ هم نما گوش کنی کمی تاکامر نشکنونی میریم خود شما به خیر خوشی هم علفار هم درو میکنین کمی گو از پیش ما گوشنگی علاق نشه حالا که میبینی علف پیدا نمیشه مجبوریم به می طریقش کم می گوار سر کنیم بفهمیدی که چی گفتم اگه میشه که پرسان کات کر رختا بگو پیار ما گفته رخت هم ری میکنم و دست تو ری میکنم ببری بفهمیدی ما دلجان باشم دلجان برو دیگه برو واقعیت ارزش هر چیزی رمی لالا داشت خیر بینه همون داممی تو بسای میکنی رو مروردش یک سه چهار خلافی به ما داد می به چند میارزه 100 روپیه و 50 روپیه و 20 روپیه چی ارزش داره